اگر تا حالا حتی یک بارم با دوربین عکاسی روبرو شده باشید، متوجه میشید که دوربین‌های عکاسی لنزهای متنوعی دارن. یعنی بعضی از لنزها کوچکترن، بعضی از لنزها بزرگترن، بعضی از لنزها تفاوت‌های زیادی با هم دارن. مثلا من اگه بخوام لنزها رو دسته‌بندی بکنم، لنزها 3 دسته کلی دارن در کل: لنزهای تله، لنزهای نورمال و لنزهای واید. لنز تله لنزهای بسته در واقع. لنز تله یعنی کمترین زاویه دید رو به ما میده. لنز نورمال نزدیکترین لنز به چشم انسانه که معمولاً 50 میلیمتر هستش. فاصله کانونی اون 50 میلیمتره. اما لنزهای بازتر یعنی زاویه دید بازتری دارن رو بهش لنزهای واید یا لنزهای باز میگن که اینها معمولاً عددشون یعنی زاویه دیدشون کمتر از 50 است. یعنی ما وسعت بیشتری رو میتونیم ببینیم. اینجوری بخوام بهتون بگم، اینها ممکنه که زاویه دیدشون بازتره، نورمال ممکنه به این شکل باشه و بسته زاویه دیدش کمتره. هر چقدر عدد بیشتر بشه زاویه دید کمتر میشه. مثلا لنزهای 70 200 اینها لنزهای بسته بهش میگن، لنزهای تله. این رو که عرض کردم خدمتتون 50. و اما لنزهای واید هر چقدر کمتر بشه یعنی بازتر میشه. مثلا لنز 20 میلیمتری به عنوان مثال، 18 میلیمتری، اینها رو بهش میگن لنزهای واید که هر کدوم از اینها یه سری اتفاقات رو رقم میزنه. یعنی ما برای هر کاری باید از یکی از این لنزها استفاده کنیم. که تو ویدیوهای بعد کامل بهتون توضیح میدم و شما میتونید راحت تر لنزها رو بشناسید. ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کنید.